په هوش راغلم پښې مې چې ولیدې وقتی به هوش آمدم دیدم که پاهایم نیستند. من چې دی اول نیمروز ته لاړو، نیمروز نه چې دی بیا اول به نیمروز و بعد به ایران رفتم. آنجا پلیس ایران ما را دستگیر کرد، اما شب دوباره رها شدیم. بعد به تهران رفتیم، از تهران به ماکو رفتیم و از ماکو به مرز. وقتی گیم زدیم ترک ها ما را دستگیر کردند. ګیم وواللې هغه چې دی ترکانو ونیولو، والم راکو هر څه یې راکو. در آنجا لطوکوبمان کردند و بوت و هر چیز دیگر که داشتیم را از من گرفتند. سپس 5-6 نفر را در مسیرهای جداگانه رها کردند. وقتی ما را رها کردند ابر بالا آمد و برفباری شروع شد. دیگر راهی را نمیدیدیم. کمی رفتم و بعد نشستم. خوره خواهرزاده تو را رها نمی کنم تا که من زنده ام تو هم زنده میمانی. از اینجا بیرونت میکنم. خوب است هر قسمی که میشود نگران نباش. این هم کرتیم برایت پوشاندمش. هغې خوانه چې دی نور کسان 2 کسان راغلو. از آن طرف 2 نفر آمدند، مرا بلند کردند و به خوابگاه بردند. 2 شب در خوابگاه بودم. بعد به ماکو انتقالم دادند. از ماکو به تهران بردند و آنجا به سفارت افغانستان تحویل دادند. بس نور یې افغانستان ته راواړو، د کابل شفاخانې ته یې ورکړو. ما را به افغانستان انتقال دادند و در کابل به شفاخانه فرستادند. آنجا 1 ماه تداوی شدم، اما فایده نداشت چون استخوان‌هایم سیاه شده بود و بعد پاهایم را قطع کردند. خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم. گذشته خیلی خوب بود، اما حالا وضعیتم بدتر شده. هغه وخت خو دا وخت دی ډیر بدتر شو. ناخالصه مې 3 کسان یاد. فقط 3 نفر هستند که یادم میکنند و احوال پرسی میکنند، اما خیلی هایی که وعده داده بودند حالم را نمیپرسند. مونږ چې دی تندم تیره کړې وه. ما تشنگی ها را پشت سر گذاشتیم، گریه ها را پشت سر گذاشتیم، گرسنگی هم کشیدیم، اما کاش پاهایم سالم می بودند. من خارج چی کاری می کردم؟